قم یکی از شهرهای تاریخی و مذهبی ایران است که در 140 کیلومتری جنوب تهران قرار دارد. این شهر مرکز استان قم و یکی از مهمترین مراکز تشییع در جهان محسوب می‌شود و وجود حرم حضرت معصومه سلام الله علیها خواهر امام رضا علیه السلام قم را به یک مقصد زیارتی برجسته تبدیل کرده است. قم همچنین مرکز حوزه علمیه و محل فعالیت مراجع تقلید شیعه است. این شهر دارای آب و هوای گرم و خشک بوده و از دیرباز به خاطر تولید فرش‌های دستباف و صوان شهرت داشته است. علاوه بر جنبه‌های مذهبی، قم دارای جاذبه‌های تاریخی مانند مسجد جمگران و بازار سنتی است که سالانه گردشگران بسیاری را جذب می‌کند.